سلام و درود به ارتش لاکچری دارک. خیلی خوش برگشتید به یک قسمت دیگه در لاکچری دارک فارسی. دوستان عزیز، با این بک‌گراند خیلی گلگل بنده میخوایم بریم یه ویدیو ترسناک دیگه ببینیم که در این قسمت یک پدری یا شاید هم مادری که ما نفهمیدیم دوست داره سر بزنه به دخترش. حالا کار بدی نمیکنه ولی خب یه خورده ترسناک سر میزنه. بگذاریم. تلویزیون هم میتونه همون صدا رو در بیاره. داشه گلم، آخه کدوم تلویزیونی میتونه صدا رو در بیاره؟ فکر نمی‌کنی صدای تو سرت باشه به خاطر اینکه دلتنگ اعضای خانوادتی؟ نمیدونم. اما اون دیگه چه کوفتیه؟ درود بر ارتش لاکچری. قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنید بزنید لایک ها رو بتره کنید که میخوام ببینم این ارتش توانشو داره که به 75000 تا لایک برسه یا نه. پس بزنید بریم. در این قسمت ما یک گزارش از یک دختر 19 ساله به نام اما دریافت کردیم که میگه صداهای عجیب و غریب داخل خونش میشنوه. گفته شده که در حالی که در خونه و در اتاق خودش تنهاست، از بقیه اتاقا صدای عجیب و غریب میشنوه و تظاهر میکنن که مادر یا بقیه اعضای خانواده‌اش هستن و این فیلم رو هم به عنوان سند فرستاده. پس امشب قراره که باشیم بریم اونجا و ببینیم که چه خبره، ولی قبلش بریم ببینیم که اسپانسرمون داره چی میگه. داش برای چی اینقدر طولش میدی؟ باید بریم. من سعی میکنم کفش بپوشم ولی لامصب اندازم نیست. این مال 5 سال پیشه. کاش یه جدید بگیرم. داش اگه اینقدر پول نیازی فقط کافیه روی لینک داخل دیسکریپشن کلیک بکنی. اون دیگه چیه؟ لینک داخل دیسکریپشن برای دانلود یک نرم افزار به اسم زب سرویس هستش. با زب سرویس بدون ترک یا تخت خوابتون میتونید خیلی راحت پول به دست بیارید. روی لینک داخل دیسکریپشن کلیک کنید تا اولین 6 دلارتون رو به صورت رایگان به دست بیارید. روی لینک داخل دیسکریپشن کلیک نکنید، اونجا هیچ خبری نیستش، فقط با دوبله می‌کرد. یعنی تو واقعا فکر می‌کنی یه نفر تو خونش داره صدا رو در میاره؟ یه جورایی مثل همون چیزی بود که تو ویدیو برامون فرستاده. تلویزیون هم میتونه صدا رو در بیاره. آخه کدوم تلویزیونی همچین صداهایی در میاره؟ نمیدونم داداش، من فقط دارم حدس میزنم. فعلا فقط بذار اونجا برسیم و ببینیم که این دختره چی برای گفتن داره. یه لحظه صبر کن، فکر کنم همین خونه هست. درسته؟ بزن بریم. باش بزن بریم. خیلی خب، من در میزنم. سلام. سلام، تو اما هستی؟ بله. داشتنید خوشبختم. اسم من پارکره. میتونیم بیایم داخل و صحبت؟ بله بفرمایید. مرسی. خیلی خوب اما میشه برامون بیشتر توضیح بدی ببینیم اینجا شبا چه خبره و چه میگذره؟ خب شبا من صداهایی میشنوم. این صداها چی بریم؟ معمولاً فقط یه صدا هستش و یه چیز میگه: اما من مادرت هستم، از اتاقت بیا بیرون. یعنی داری صدای مادرتو میشنوی؟ انگار صدای مادرمه، اما من مادرم رو بیشتر از 4 ساله که ترک کردم. خب دیگه چه جور صداهایی میشنوی؟ صدایی مثل صدای بابام، گاهی مادر بزرگ و پدر بزرگم. اونا صداشون شبیه هست ولی اونا نیستن. فکر نمی کنم اونا باشن. تو فکر میکنی یه نفر داره تظاهر میکنه که صدای اونا رو در میاره و خود اونا نیستن، درسته؟ آره فکر می کنم، ولی بعضی اوقات نمیدونم باید چی کار کنم. حالا دنبال صداها هم گشتی ببینی از کجا میان؟ صداها نیمه شب و وقتی که من داخل اتاق هستم میان که من میترسم جایی برم. خیلی ترسناکه. اینقدر میترسی که تا جات هم بلند نمیشی. خیلی زیاد ترسناکه فکر نمی‌کنی این صدا تو سرته چون که دلتنگ خانوادتی؟ که من دیگه نمیدونم. خیلی خوب اما گوش بده ببین من دارم چی بهت میگم. میدونم که برات سخته اما ما قراره بهت کمک بکنیم. ازت میخوام مثل هر شب بری تو اتاقت بخوابی و همه چی معمولی باشه و ما یه چند تا دوربین توی خونت میکاریم و بعد میریم بیرون توی ماشینمون به صورت زنده از تو گوشی همه چی رو نگاه میکنیم تا ببینیم این صداها از کجا داره میاد. مرسی. و حتما در اتاقت هم امشب قفل کن. باشه. بزن بریم. باش بزن بریم. خیلی خب، ما الان داخل ماشین هستیم و مثل این که اما هم آماده است که بگیره بخوابه.
دادا میخوای تا خود صبح منتظرش باشیم؟ چاره دیگه ای هم نداریم آخه. هی پسر، پاشو بیدار شو، یکی از دوربینمون دیگه کار نمیکنه. چی؟ یکی دیگر رو نشون بده؟ آره این یکی سالمه. این دیگه چه کوفتی بود؟ آدم بود؟ زود باش دوربین اتاق خواب نشونم بده. صدا رو زیاد کن ببینیم چیزی میشنویم. داداش من حتی نمیدونم این چی هست. باید بریم جلوشو بگیریم. بزن بریم. اما کجایی تو؟ پسر این دیگه چه کوفتیه؟ اما کجاست؟ من خوبم. نیازی نیست. من حالم خوبه. اما کجاست؟ من دارم صدای جیغشو میشنوم. بزن بریم. بجنب دستشو بگیر بیا. کمک برو بیرون. گم شو. بجنب پسر. بیرون. دارم سعی میکنم. بیرون. اون دیگه چه کوفتی بود؟ من از کجا باید بدونم؟ فقط از اینجا باید بریم خونه. از همتون به خاطر همه همراهی و حمایت هایی که انجام دادید ممنونم. ممنون بابت 1 میلیون سابی که انجام دادید و هر روز ارتش لاکچری داره بزرگ و بزرگتر میشه. ویدیو اینجا داره تموم میشه و دیگه نیازی نیست تماشا بکنید، اما اینجا یه چند تا فوتیج داریم که به شدت ترسناک و خطرناکه و میخوایم بهتون نشون بدیم که از چنل دیگه ما مخصوص لاکچری دار که فارسی هسته. پس بزنید لایک و سابسکرایب رو بتره کنید که ما به 3000 تا ساب برسیم و اگه دوست داشتید بزنید رو لینک داخل دیسکریپشن تا ویدیوی کامل رو ببینید. خیلی خوب برای بچه عزیز دل، این قسمت هم تماشا کردیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و قسمت های بعدی رو هم دنبال بکنید لطفا. لایک، ساب، کامنت لطفا. ترجمه انگلیسی یا هر جوری که راحت هستین. خیلی دوستتون دارم. تا دیدار بعدی. یا